گفتیم کامنت ها پیدا میشه که این کامنت ها از درد دل مسلمان های تاجیک همه چیز میفهمن. اونا به من میگن که شما نترسیده این گپا رو میزنه. من میگم چی رقم، یعنی که برای چی من، اگر من اول نمیفهمیدم که برای چی من باید بترسم از حزب نهضت اسلامی، برای که من قبلا فکر میکردم حزب نهضت اسلامی یک مظلومه، یک مظلوم، یک بیچاره که به اروپا گفتیم گریخته آمدن و چی رقم تو مثلا قبلا یک دو سه سال از اول شروع شد که میگن شما تو جرأت دارید. من که احساس من نمیفهمیدم که ماجرا چیست در اینجا. و وقتی که الان من میفهمم که همون اول سرکوب کردن آدمایی که میتونستن سوال بتیان که برای چی گفتیم، برای چی نوری چیزا را غصب کرد، برای چی آدما، برای چی قاری محمد جان کشته شد، برای این آدما را میبردن میکشتن با دست رحمان و به زندان میفرستادن. خودی کبیری، یعنی که سیستم دستگاه استثماری کوبنده و بیرحم و جاسوسی خیلی خوب راه اندازی شده و حتی امروز تاجیک‌ها جرأت ندارن گپ بزنن. فهمیدین دوست عزیز؟ تاجیک‌ها جرأت ندارن گپ بزنن و برای همین من اینجا شاید که یگانه مخالف اساسی، من بعضی وقت فکر میکنم آیا من یگانه مخالف اساسی هست اینجا هستن، دادا جان الله هست، اما زمینی اجتماعی نداره، بلکه اسلامی نیست. دیگه بچه ها هستن اینجا که کم و بیش گپ میزنن، اما زمینی اساسی مخالفت در تاجیکستان اسلامگرایی است و به نظر میرسه که عادی نژاد یگانه آدمی هسته که مخالف است واقعا. و اینا میگن که تو این کارو نکن، تو درباره نوری گپ نزن، درباره هیچ چیز گپ نزن، میگن تو با ما همراه بشه و چی را بزن، رحمان بزن. اما دوست عزیز ببینید، من نمیفهمیدم که برای چی اینا گروه 24 رو حزب نهضت رو گفتیم وطندار، رحمان بخواین گپایی که گفتیم گپای پوش چرخ میزند و چرخ میزند. جوانایی که میمانند همین در یک روز همین یک 500 تا این چیزا میگذرد، رحمانوف که فایده ندارد دیگه. نه چی لازم است همچون سگ نشستن اک کردن و بعد متوجه میشه که این چیزا قصدن چرخانیده میشه، بلکه کبیری میدونه که این چیزا فایده نداره. همه میدونن چیزی بردارو چیزی بیفایده چرخ میزنه، خب به خاطر آن که یک گفتیم آدما فکر میکنن اینا مخالف هستن. این گمراه کننده، این مردم مسلمان تاجیکستان این چیزا فریب میده و همه فکر میکنن که اینا واقعا مخالف هستن و به اینا باور میکنن. اینا همه چیز میکشن، همه کبیری همچون شتاب کوارتیر آدمایی که در تاجیکستان، آدمایی که برای اینا هیچ کس نمیخواد که این سیستم بردروغ اوباشی دزدی است در تاجیکستان دیگر بشه. کسی از اینا نیت نداره بیایه تاجیکستان دیگر بکنه. برای اینا برعکس این تاجیکستانی که ما امروز داریم این باید که بمانه. بچه ها از روسیه به من تماس میگیرن که برای چه شما گفتیم کبیره را میزنید، رحمان نمیزنید. بچه های گفتیم غریب مهاجر در روسیه، دشمن شما، دشمن خطرناکتری شما همین کبیری، همین حزب نهضت است. اگر اینا نیست نشوند شما همین گونه میمانید خار و زار. برای همین این چیزها را ما باید بفهمیم، دشمن اساسی را ما باید بشناسیم و وقتی که ما نهاد انشالله بچه میگن کشما حزب کشما نهاد گروهتون جور میکنید، ما اول بفهمیم تا آخر، بعد انشاءالله به خواست خداوند زنده و سلامت باشیم، آزاد باشیم، نهاد حلال جور میکنیم و همه اینا رو دست میکنیم. اینا هیچ هستن، اینا بغیر از پول اینا هیچ چیز نمیبینن، اما با ما مسلمان خداوند هست. انشاءالله خداوند بزرگ است و همه ما همه کس باید از دامن خداوند بقپیم، به خداوند تکیه بکنیم و ما نیرومندترین در تاجیکستان هستیم. نه این حزب نهضت کبیری و اولادش